کنم من مقصرم. چرا؟ ما معلم‌ها همه مقصریم. چرا؟ چون قدرشناسی و احترام نسبت به شأن و مقام و منزلت معلم و استاد را به شاگردامون یاد ندادیم که اگه یاد داده بودیم بنده دانشگاهی امروز در این جایگاهی که دزدا و جانیان و قاتلان هست نمی ایستادن برای پاسخ. ببین اون جایگاهی که شما اونجا ایستادی خیلی وقتا از اساتید و بزرگان و مردان بزرگ مملکت ما اومدن تو اون جایگاه ایستادن، یه اتهامی بهشون وارد شده، به پروندهشون رسیدگی شده، بعدم رفتن خونهشون. واسه امثال من یه مقدار کراهت داره اینجا. من میگم منم تو اون جایگاه ممکنه قرار بگیرم، شما دلیل میاری رفت اتهام میکنی.